حضرت زهرا دارد به این که حضرت راجب اون مدارد قضای فدک رفتن به مسجد و جمعیت هم اونجا همه بودند و که خطبه معروفی خوندن. من به اون چیز نمیخوام وارد خطبه شم، من اون که مورد بحث یعنی استشهاد برای بحثم هست. لاست خمارها علی رأسها. لاس به معنای پیچیدن است. لاس الامامه علی رأسهی شدها و ربطها. حالا خدمتان خمار یه چیزی بوده که بزرگتر از روسری های فعلی بوده، یعنی خدمتان جوری بوده سر و گردن و اینا رو همه رو میپوشونده که در آیه شریف هم دارن ولا یضربن بخمرهن علی جیوبهن. حالا خدمتان شما خمرم که جمع خمار است. خدمتان شما که وقتی خبر داشتن که جمع شدن اینا تو مسجد و به صلاح مهاجر انصار و کذا، حضرت بلند شدند و این رو به سر مبارکشون بستند و خدمت عرشا که تمام سرگردن رو پوشند و اشتملت به جلبابه. جلباب یه پوشش سراسری بوده که روی لباس بوده. خدمت عرض شود که حالا الان تو مناطق به اصطلاح عرب نشین اونجا تعبیر به عبا میکنن، ما پوشش برتر چادر میگیم. این هم بر سرشون انداختن که تمام بدن پوشیده شد. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها. یعنی حضرت همراه با گروهی به اصطلاح همسن سالها هماهنگها از یاران و اعوان خودشون حرکت کردن. خدمت تو عرض شود که اول مسئله پوشش شخصی بود که چجور خودشو پوشون، بعد هم این مسئله همراه. من این رو البته دو تا احتمال دادم، احتمال دومش عرض میکنم که مربوط بحثم. با این که اینجور پوشش داده بودن خبر کردند و آمدند و اعوانش اینا دور حضرت زهرا گرفتن. یکیش این است که برای این بود که پیکره زهرا سلام الله علیها وقتی میخواد بره در بین این اجنبی ها پیکرش رو هم حتی نبید. حتی پوشش اونقدر به تعبیر ما بلند بوده که تتع و زیولش تقل، یعنی وقتی حضرت که بوده می‌خواستن حرکت کنن بخشی از این پوشش به صورت چادر زیر پای حضرت میاد. من اینا رو خوندم برای اینا که بله حضرت زهرا تشریف بردن مسجد، در بین اونها خطبه هم خوندن، اما چجوری رفتن، چجوری رفت. ببینید پوشش ها در جبان چی میخوام بگم، چون طبعات خود گفتن با چه وضعی رفت. با اینکه خمار بود، درسته پوشش سراسری اومد، اون قدم بودن زیر پاهاش میگیرم، درسته باز یه دیر خبر که دورش میگیرم پیکره رو نبید. فهمیدی؟ اجنبی نبینه. دخترش میدونی زینب میدونی چیکار کرد وقتی که تو مجلس یزید بود، اونجایی رو که دیگه خیلی آتشی شروع کرد صحبت کردن، یزید رو مخاطب قرار
گفت امن العدل یبن الطلقا. ببین چی رو مطرح کنه زینب؟ امن العدل یبن الطلقا. آیا این از عدالت پسر آزاد شده ها؟ تخدیر و کهرائرک، همسرات رو آره و امام و کنیزات رو ببری پشت پرده که نامحرم نبینه. آره و سوق و کبنات و رسول الله سقایا. آره دخترای پیغمبر رو بیایی گردش بدی تو شهر. قد هتکت ستورهن، پرده حشمت اونها رو حج کنی. و ابدیت وجوههن، چهره های اینها رو آشکار کنی که مردم اجنبی ببینن. ببینید ما پیرو اینا هستیم. آره ما تربیت شده اینا هستیم. جامعه ما آیا اینه؟ آره شما زهرایی و زینبی هستید. آره فهمیدی؟ من این هست.